عرض سلام برادران خیلی مقدم خدمت شما حضار محترم. عذرخواهی می‌کنم از اینکه مؤخر شدیم بیرون سال وقت افتاد کارمون ببخشید. تبریک به مناسبت ایام شعبان تولد حضرت مهدی علیه السلام. برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید 30مین کنسرت آموزشگاه موسیقی فیلمی هست و امیدواریم که برنامه خوبی رو شاهد باشیم. خیلی از بچه‌ها برای اولین بار هست به روی صحنه میان. امیدواریم که اشکالی پیش نیاد ولی اگر خدای نکرده اختلالی تو کارشون پیش اومد دیگه ما پیدا کنیم و اینکه بزنیم به رساله هم بار اولشون که جوری جمع اجرا میکنن برنامه. یه لطف کنید تلفن همراه خاموش کنیم برای اینکه سکوت رو رعایت کنیم برای تمرکز بیشتر بچه‌ها. گروه اول که براتون برنامه اجرا میکنن گروه گیتار هست به سرپرستی فرزین نیازخانی. من اسامی اعلام میکنم: آقای آرمان نیازخانی، خانم بیتا مهریزی، آقای آرش کاظمی، آقای امیرحسین علیبخشی، آقای محمدرضا لاجوردی، آقای اردلان حسینی، آقای آرمین اسدی، خانم مریم نجفیان، خانم سارا امینی، آقای مهیار تهرانی، خانم گرماز شاهملک‌پور، آقای عرفان آزاد و خانم مروان کاظمی. تشویق بفرمایید گروه شروع. خب من یه بار دیگه بچه‌ها رو معرفی کنم خدمتتون. اسم گروه منبو هست به سرپرستی آقای فرزین نیازخانی، آقای آرش کاظمی، آقای امیرحسین علیبخشی، آقای محمدرضا لاجوردی، آقای اردلان حسینی، آقای آرمین اسدی، سارا امینی، آقای مهیار تهرانی، خانم گرماز شاهملک‌پور، آقای عرفان آزاد و خانم مروان کاظمی.
چشم تبریز میشه اشکای تو آویز میشه دونه دونه میچینه از چشم سیاه میدونی دل آدم رو چه میشونی خودت بهتر از هر کی میدونی به بارون پاییز میسوزونه دل آدم رو وای نمیدونی دل آدم رو چه میشونی خودت بهتر از هر کی میدونی به بارون پاییز میسوزونه دل آدم رو میخوای بری حرفی نداری اشکات دارن جا میکشن رفتن همیشه پر غمه انگار دارن داد میکشن وای نمیدونی دل آدم رو چه میشونی خودت بهتر از هر کی میدونی به بارون پاییز میسوزونه دل آدم رو وای نمیدونی دل آدم رو چه میشونی خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسوزونه دل آدم رو دل آدم رو آی دل آدم رو دل آدم رو آی دل آدم رو دل آدم رو آی دل آدم رو Wind in my hair, warmness and margaritas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. I heard her living inside the routine, had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. Then I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle, she showed me the way. There were voices down the corridor, but I heard them say, welcome to the hotel.
rest of the skins. Oh, she got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. I've been dancing the courtyard, sweet summer sweats. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me mine. He said, we haven't had a spirit here since 1969. Still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night, just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. They make it up at the Hotel California. What a nice surprise, bring your head above.
اگر اجازه بدید به قسمت طرح‌نوازی‌ها بریم. اسم بچه‌ها رو من می‌خونم و به خاطر اینکه سرعت کار بیشتر بشه اسم نفر بعدی من عرض می‌کنم خدمتتون که بچه‌ها آماده بشن پشت سن که وقتی کمتری صرف بشه. آقای امید ایزدی، آقای ایزدی یه خوابای تعبیر اجرا میکنن کارتون بفرد. بازخواهی میکنم پیانو بزنید صدا نداره. از شاگردان مجانی خانم گلوش مریلی تشریف بفرمایید.
یه بار دیگه درشون بفرمایید.